آیا آماده یک تجربه بی‌نظیر عاشقانه هستیم؟ و خوش‌تیپ‌ترین و خوشگل‌ترین پسر این جزیره مال منه. میگن عشق یه قصه است. من اومدم اینجا که قصه خودمو بنویسم. سلامتی خودمون انشالله که شوهرمو خوشگل شه. هدفمند باشه، درک بالا داشته باشه، از خودم عاشقتونم. اصلا قیافه تیپه که اصلا جنتلمن ایشون هم فهمیدیم خلاصه چه باشه. خوشگل باشه. قد بلند مال ایشونه. بور چشم روشن رو بدیم به من. مرسی. ما دوست نداریم. اصلا استایل من نیست. یعنی من میدونم چه خواهد کشید از دست شما دختر. من میدونی چی شد؟ آیتمم خب آیتمی بود، مثلا دیدی که صحبتم داشت هم رشتت و آفرین هم شغلت و ولی صرفا نمیتونه قابل خوبی باشه. ممکنه. متاسفم میدونم بعد این برنامه رو میبینی. من عذرخواهی میکنم، تو خیلی پسر خوبی هستی اما واقعا تایپ من نیست.